تصور کنید در سال 2003 زمانی که وبلاگ نویسی در حال شکل‌گیری بود، دو نفر تصمیم گرفتن با یک ایده ساده یک پروژه رو احیا بکنن که امروزه 43% از وبسایت‌های دنیا رو قدرت میده. این داستان مدرنه، سیستمی که از یک وبلاگ کوچیک به ستون فقرات وب مدرن تبدیل شد. در این ویدیو ما داستان پیدایش وردپرس را کاوش میکنیم. چگونه متولد شد و چه کسانی اون رو ساختند و چرا به یک پدیده جهانی تبدیل شد. سلام و درودی فراوان خدمت دوستان عزیزم. حمید مرادی هستم از کانال لوتریکا. امروز میخوایم یک سفری به گذشته داشته باشیم تا داستان چگونگی به وجود آمدن وردپرس را کشف کنیم. اگر توسعه دهنده وب و یا طراح و کنجکاو درباره تاریخ فناوری هستید، این ویدیو شما را با یکی از تاثیرگذارترین پلتفرم‌های وب آشنا خواهد کرد. قبل از شروع لطفاً کانال ما را سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کناریش هم فعال کنید، چون هر موقع ویدیو جدید منتشر بکنم مطلع میشید و اون لایک هم فراموش نشه. اون لایک رو حتما بزنید، چون ویدیو بیشتر به دوستان دیگه هم پیشنهاد میشه و بقیه هم میتونن از این ویدیو استفاده بکنن. برای اینکه بریم برای ادامه ویدیومون، با ما همراه باشید. حالا دوستان میخوایم بریم عمیق‌تر وارد داستان بشیم. وردپرس چطور به دنیا اومد؟ با تمرکز روی آدم‌های کلیدی و زمینه‌های تاریخی اون دوران، با تمرکز بر افراد و بسترهای تاریخی و عوامل کلیدی که به شکل‌گیری آن منجر شدند، این بخش به 3 زیربخش تقسیم شده است. برای درک چگونگی پیدایش وردپرس باید به اوایل دهه 2000 برگردیم. در اون زمان وبلاگ نویسی به عنوان یک پدیده جدید در حال رشد بود و همچنین پلتفرم‌های مانند بلاگر و موویبل تایپ وجود داشتند و اما بسیاری از آنها یا گران بودند یا انعطاف پذیری کمی داشتند. در این میان یک نرم افزار متن‌باز به نام B2 کافلاگ توجه برخی از توسعه دهندگان را به خود جلب کرد. این ابزار که توسط میشل ولزرگی ساخته شده بود، به کاربران این اجازه را میداد که وبلاگ شخصی خودشون رو با PHP و MySQL ایجاد کنند. اما متاسفانه در سال 2003 پروژه B2 متوقف شد. اما اینجا بود که مت مالنک، یه دانشجوی 19 ساله آمریکایی، و مایک لیتل، توسعه دهنده از بریتانیا، وارد صحنه شدند و همچنین مت که یکی از کاربران B2 بود، در وبلاگ شخصی خودش از توقف پروژه B2 ابراز ناراحتی کرد و پیشنهاد داد که همون کار رو ادامه دهم و مایک هم در ادامه کامنت های همان پست پیشنهاد همکاری داد. این مکالمه بسیار ساده باعث شد که جرقه‌ای بشه برای به وجود آمدن وردپرس. در 27 می 2003 نسخه 7 وردپرس منتشر شد. این نسخه که اساساً یک فورک از B2 کافلاگ بود، با تمرکز بر سادگی و دسترسی پذیری بیشتر طراحی شده. اساساً یک نوع اوپن سورسه که هم میتونن بهش دسترسی پیدا کنن و کداشو عوض کنن. و اما چیزی که وردپرس رو متمایز کرد این بود که مجوز GPL بود. GPL یعنی چی؟ به توسعه دهندگان تمام دنیا این امکان میده که بتونن کدها رو تغییر بدن. یعنی یک نوع اوپن سورسی است که میتونن توسعه دهندگان کدها رو بهبود بخشن، یعنی هر کی بیاد یه آپدیتی بهش بده. و اما اینم بهتون بگم که معماری وردپرس اولیه بسیار ساده بود که از PHP استفاده میکردن و برای پایگاه داده از MySQL استفاده میکردن که همچنین الان از MySQL دارن استفاده میکنن، اما تو نسخه هاشون داره عوض میشه. مثلا مثل PHP الان داریم میریم رو 8.3 و رفتیم رو 8.3 دیگه کلا. و یک سیستم تم و پلاگین اولیه. این ساختار به کاربران اجازه میده که ظاهر و عملکرد سایت خودشون رو سفارشی بکنن. و اما موفقیت اولیه وردپرس فقط به مایک و مت محدود نشد. دلیلش این بود که جامعه از توسعه دهندگان وب به پروژه پیوستند. دلیلش این بود که جامعه از توسعه دهندگان وب داوطلب شدند و به پروژه پیوستند و با اضافه کردن پلاگین ها و قالب ها وردپرس رو به چیزی فراتر از یک وبلاگ تبدیل کردند. و دوستان حالا میرسیم به عوامل کلیدی بر موفقیت و گسترش اولیه وردپرس. اتوماتیک پلتفرم wordpress.com رو راه اندازی کرد و به کاربران این اجازه رو میداد که بدون
وب سرور سایت بسازن. امروزه وبسایت های مانند تک رانچ، د نیویورک تایم و حتی وبسایت های ایرانی اکثرا از وردپرس استفاده میکنن. حتی گفته شده بود که 90% دنیا دارن از وردپرس استفاده میکنن. حالا نمیدونم راست یا دروغ. داستان وردپرس داستان یک ایده ساده است که با همکاری و نوآوری و تعهد به مدباز بودن جامعه وب را به کل تغییر داد. از یک پروژه کوچیک در سال 2003 تا قدرتمند کردن میلیون ها وبسایت در سال 2025 وردپرس نشون داد که یک جامعه متحد میتونن چه دستاوردهای بزرگی داشته باشن. این فقط شروع کاره. با ادامه رشد جامعه وردپرس این پلتفرم همچنان در حال تکامل است. چه توسعه کننده باشید چه نه، چه صاحب کسب و کار باشید، وردپرس ابزاری است که شما را به دنیای وب متصل می‌کند. خب دوستان، به لحظه پایانی ویدیو میرسیم و اینکه از شما می‌خوایم که تو بخش نظرات بنویسید که چه چیزی از داستان وردپرس بود که شما را شگفت زده کرد. و اگر کانال ما رو هنوز سابسکرایب نکردین، اون دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله کناری هم فعال بکنید، چون هر موقع ویدیو جدید منتشر بکنم مطلع میشید و اون لایک هم فراموش نشه. تا ویدیو دیگه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.